شومی 22 مای تقریبا ساعت 18 موناقشه بین تکسیرانی شرکتی سیتیمابیل شهروند 24 ساله تاجیکستان با یک راننده 26 ساله ساکن شهر سانکت پتربورگ در برشی کۆچаи کریلنکو و خیابان دلنوستочний در قسمت شهر پتربورگ در نزدیکی ساحل دریای نیوا با قتل این راننده از جانب جوان خونdarҷӯши توجیک انجام یافت. به این جوان توجیک اکنون برای آدمکشی تا 15 سال زندان تهدید میکند. و گفته شاهدان دو راننده جوان در پی یک صدمه خرد از گریبان هم گرفتند. آنها یکدیگر را سببگار این صدمه نامیده ایبدور میکردند، ولی مناقشهشان خیلی زود از یک مناقشه لفظی به زن و زنی تبدیل یافت و تکسیران تاجیک از جیبش کارت برآورده به قفس سینه رقیبش زده است. کارت راست به دل ساکن پتربورگ رسیده است. جبردیده را در حالت مدهوشی به بیمارستان پژوهشگاه یاری تاجیلی بردند، ولی طبیبان نتوانستند او را از مرگ نجات دهند. تکسیران تاجیک را دستگیر کردند. تفتیشات حادثه ادامه دارد.